تو حتما باید بلوز زرده رو بپوشی؟ خب آره دیگه بهم میاد. آره اون دفعه خونه خاله اینا هم که بودیم سارا همه گفتن چقدر خوشگل شده به. میگم بهروز میخوای اون بلوز چارخونه رو بپوشی؟ نه اون دفعه پوشیده بود خونه عمه اینا این قفس شده بود قیافش. تو چرا نشستی؟ من میگم آماده‌ام. من اون پیرن زردمو میخوام سارا. آها پیدا شد بلند شو حاضر شو بیا بریم. بپوش. زود بپوش آماده شو بریم، دیر شد. زود باش عجله کن بپوشش دیگه. سارا این کجاش پیرن زرده است؟ من میگم پیرن زردمو میخوام، تو برداشتی پیرن نارنجی برای من آوردی. تو میدونی من رنگ نارنجی بدم میاد. مثلا نارنجی جلو چشم میگیرن عصبی میشم. این گاو بازار نارنجی میگیرن جلوی گاو. اون قرمزه، بی خودی هم شوخی نکن، برزو جدی میگم، عصبی شدم. آقا جون این پیرن زرده ما کجاست؟ تکلیف